راهنمای مسافران قطار ترکیبی کربلا. اولین نکته مهم داشتن پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماهه اونه. دوم اینکه بلیت قطارتون رو از سامانه‌های معتبر فروش تهیه کنید. نکته سوم توجه داشتن به پرداخت عوارض خروج از کشور توسط شعب بانک ملی هست. حواسمون باشه قبل از سفر همه مایحتاج ضروری برای سفر کربلا به خصوص پاسپورت و فیش عوارض خروج از کشور همراهمون باشه. برای آسودگی خاطر خودتون پیشنهاد میشه حداقل 1.5 ساعت قبل از حرکت قطار در ایستگاه حاضر بشید. با توجه به طولانی بودن مسیر پیشنهاد میشه در قطار استراحت کافی و حضور قلب داشته باشید و حواسمون به نکات و راهنمایی‌های خادمین باشه. در هنگام پیاده شدن از قطار مراقب لوازم خود باشید. در هنگام عبور از مرز از همراهان خود جدا نشوید. پس از عبور از مرز اتوبوس‌های جهت حمل و نقل شما تا قطار عراقی حضور دارند. در هنگام سوار شدن به قطار عراقی خواهشمند است مطابق بلیت و شماره صندلی تعریف شده مستقر شوید. قطار به مدت 15 دقیقه برای اقامه نماز توقف خواهد داشت. در آخر ایستگاه قطار کربلا در فاصله 7 کیلومتری بین الحرمین شریفین و در عمود 130 جاده بغداد قرار داره. شرکت راهپرواز آرزوی سفری خوش و معنوی برای شما زائرین گرامی دارد.